آقا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم یه تصمیمی رو گرفتم و خب گفتم یه ویدیو بگیرم و بهتون بگم که قرار اصلا تو این چنل چه ویدیویی بذاریم، چیکار کنیم و اینکه من کیم. اسمم آیلاز، 17 سالمه و خب امروز یه چند ساعت پیش خیلی یهویی تصمیم گرفتم که بیام یه سری ویدیو بذارم توی یوتیوب، صرفا به خاطر اینکه علاقه دارم واقعا. یعنی خیلی وقته که من همینجوری برای خودم، یعنی کلی ویدیو تو گوشیم دارم که برای یک مخاطب خیالی گرفتمشون و هیچ به اشتراک نذاشتم، ولی خب گرفتم چون علاقه داشتم و خب گفتم چرا نیم این کارو بکنم، مگه چه ضرری داره. حالا درسته الان خیلی سخته، این که اولین ویدیومه دارم صحبت میکنم، واقعا سخته، نمیدونم چی بگم، اصلا نمیدونم حتی قرار کسی اینو ببینه یا نه، چون ممکن حتی یه نفرم نبینتش. و خب آره دیگه، توی این چنل گفتم بیام از روزمرگیام ویدیو بذارم و خب چالش هرچی و با هم اون سختی‌های زندگی یا حالا هر چیزی که قرار یاد بگیریم و با هم یاد بگیریم و باهاتون به اشتراک بذارم. اول از همه به این فکر کردم که با چالش 75 روز سخت شروع کنم. این چالش یه سری قوانین داره، بعد تو خودت هم میتونی توش یه سری قوانین بذاری و خب گفتم بیام با این شروع کنم. تو این ویدیو نمیخوام در مورد 75 روز سخت حرف بزنم، صرفا این ویدیو به خاطر یه توضیح کوتاه در مورد خودم و اینکه چی شد که اومدم این کار بکنم. خیلی یهویی بود و خب اصلا شاید موفقم نشم، چون هیچ پیش زمینه‌ای در مورد این موضوع ندارم. مثلا اونقدر تحقیق نکردم در مورد الگوریتم یوتیوب، چیز نمیدونم چیکار کنم که مثلا ویدیوم بیشتر ویو بخوره، یا هیچ اطلاعات خاصی ندارم. یه سری ویدیو یکم پیش دیدم و خب گفتم آقا بیا شروع کن، فکر نکن به هیچیش، فقط شروع کن، چون تو فقط علاقه داری، هیچ هدف دیگه از این کار نداری. و خب این شد که من اومدم این کار کردم. امیدوارم که کنار هم کلی چیز یاد بگیریم و خب از این ویدیویی که قرار بزنم لذت ببریم. مرسی که این ویدیو رو دیدین و خب همین دیگه، فعلا خداحافظ.